سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان و همکاران گرامی. امروز آموزش پرچ کردن رو داریم برای لوله های مسی که کنیک بشن و سر مهره ها بسته بشن. برای پرچ کردن حالا چه لوله نو باشه چه دست دوم، ابتدا یه قسمتی از لوله رو ببرید، حتما برش بخوره. الان توجه کنید این لوله صافه، ولی برای اینکه کارتون بهتر و تمیزتر در بیاد سعی کنین لوله رو خودتون یک بار برش بدید. خب ما این لوله رو برش میدیم توسط لوله بر از این قسمت صاف که خمی چیزی نداشته باشه. اول تیغه رو به لوله میچسبونیم، یه نمه سفتش میکنیم، سپس آروم یه دور میزنیم. تو دور دوم یه ذره این مهره رو بیشتر بچرخونیم، یک دور دو دور، دوباره همین ترتیب نیم دور نیم دور این مهره رو سفت میکنین تا لوله برش بخوره. خب همونطور که میبینید این لوله قشنگ صاف و برش خورده. سپس مهره رو داخل لوله میذارین توسط دستگاه پرچ، حالا هر سایزی که داره، حالا این لوله یا 10 یا 16 یا 12، تو قسمت کنیک شدهش قرار میدیم. تقریبا 2 میل تا 3 میل بیرون بزنه به این صورت. الان این نگاه کنید این ارتفاعش یه خورده کم، دوباره بازش میکنیم یه ذره بیشتر. تقریبا برای پرچ این مناسبه. حالا بالای فک رو نگه میدارین و مرغک رو تا آخر بازش میکنین. مرغک رو داخل قسمت گیره قرار میدین. حتما دقت کنین که این قسمت فلشی که اینجا زده روی این خطه قرار بگیره، احیانا کج یا به سمت بالا پایین نشه. سپس اینو سفتش میکنیم و شروع میکنیم به آرومی چرخوندن، خیلی آروم آروم. این کار رو انقدر تکرار میکنیم تا خود مرغک صدای تیک خلاص کردن رو بده، مثل این حالت. بعد اینکه این صدا رو دادش شما یه نیم دور دیگه میچرخونید تا یه جایی که قفل کنه. به این حالت تیک دوم رو رد نکنید، یعنی اولین تیک که رد کردین روی تیک دوم وایسین و به آرومی دوباره برگردونید تا جایی که شل کنه و قشنگ به راحتی. حالا خواستین سریعتر باز کنین باز کنین. به این حالت حالا شل کرده و اینا باز میکنه. اینم از پرچ کردن ما.